یکی از بزرگترین چالش‌ها برای احداث نیروگاه خورشیدی جا و مکان فیزیکی برای احداث نیروگاه است. مزارع پرورش ماهی یکی از بهترین جاهایی که ما میتونیم در اون نیروگاه خورشیدی احداث کنیم، چون هم امتیاز برق خوبی دارن. الان اینجا ما یه ترانس 705 کاوا داریم که با همین امتیاز ترانس میتونن تا ظرفیت 150 کیلووات نیروگاه احداث کنند و هم فضای کافی برای احداث نیروگاه خورشیدی داریم. اومدیم توی این پرورش ماهی بررسی کنیم که از چه طریقی میتونیم از نیروگاه خورشیدی استفاده کنیم. اینجا توی یه پرورش ماهی هستیم. اینجا امتیاز برق سه‌فاز رو دارن، یه ترانس 75 کاوا رو دارن و یه دیزل جنراتور 85 واسه وقتایی که قطعی برق دارن. ما از سه طریق میتونیم از نیروگاه‌های خورشیدی استفاده کنیم. روش اول اینه که ما نیروگاه خورشیدی بذاریم و مستقیما برقش رو خودمون مصرف کنیم. روش دوم اینه که ما یه نیروگاه میذاریم و برق تولیدی رو به شبکه تزریق میکنیم. روش سوم به این صورته که مادامی که ما خودمون برق تولیدی نیروگاه رو احتیاج داشته باشیم مصرف میکنیم و مازاد برق تولیدی رو به شبکه سراسری تزریق میکنیم. اینجا ما یه دیزل جنراتور به ظرفیت 85 کاوا رو داریم. وظیفه این دیزل جنراتور تأمین برق در زمان قطعی برق در تابستان هستش. ما میتونیم با احداث نیروگاه خورشیدی در طول سال کسب درآمد کنیم و همچنین در ساعت قطعی برق در طول تابستان از برق تولیدی نیروگاه برای خودمون استفاده کنیم و دیگه احتیاجی به دیزل جنراتور نداریم. پس ما با احداث نیروگاه خورشیدی در طول سال هم کسب درآمد میکنیم و هم در ساعت قطعی برق خودمون رو تأمین میکنیم.